بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. به ما سوال آمده استی از حرف‌های جداگانه که در اول قرآن آمده است به ما خبر بدهید که چی معنی دارد. یعنی در اولی بعضی از سوره های قرآن که حرف‌ها آمده است و به نام حرف‌ها قرائت کرده می شود، مثلا دومین سوره قرآن سوره البقره اولین آیتش حرف‌های جداگانه است. این را حرف‌های هجا یا که حروف المقطعه، حروف الهجائیه میگند. حروف‌های جداگانه هجا که قرائت کرده می شود به نام همون حرف. الف این نام همون حرف است، لام نام همون حرف است، میم علاهده. الف لام میم نام حرف را گفته شده است. اگر نام حرف را نمی گفتید علم میشد، اما اینجا علم نیست، جداگانه حروف المقطعه. بارک الله فیکم. در قرآن در اولی 29 سوره انا همچنین حرف های مقطعه هجایی هجا جداگانه ذکر شده است. اولش سر می شود از سوره بقره، آخرش آخرین سوره که از ترتیب اگر قرآن نظر بکنیم سوره قمر است. این حرف های مقطعه را اگر خوب دقت بدید در بعض جا یک تا بمانند نون، سوره نون حرف نون آمده است، نون میگید. و در بعض جای یک چند سوره قرآن در اولش به 2 حرف و در یک چند جایش به 3 حرف و در یک چند جایش به 4 و در 2 جای یا یک جا 2 جای دیگرش به 5 حرف جداگانه در اولی قرآن آمده است. در 29 جای بالعموم سوره در 29 اولی سوره حرف جداگانه آمده است. در قرآن 114 سوره وجود دارد. از همین 114 سوره در 29 سوره در اولش حرف جداگانه آمده است، یا 1 یا 2 یا تا 5 تا. درسترین کلمه عربی اسم هم 5 تا است. بارک الله فیکم. این یک معجزه قرآن است. اما این حرف جداگانه آمده چی معنا دارد؟ البته علما در این مسئله اختلاف کردند. خیلی که علمای مفسرین میگویند که قسم از تابعین و از صحابگان بزرگ رضی الله عنهم میگفتند که این حرفهای جداگانه که در این 29 سوره در اول سوره آمده است معنیش را غیر از الله سبحانه و تعالی کسی نمیداند و نگفته نماند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در شرح این حرف هیچ چیز ثابت نشده است، نقل نشده است و صحابگان هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم نپرسیدند که پیامبر در اول قرآن این حرفو چی معنا دارد. چرا؟ سوال می شود چرا؟ برای اون که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت إنا نحن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ما به توی محمد صلی الله علیه و سلم ذکر رو سنت رو نازل کردیم تا که به واسطه همین سنت به صحابگان به امت این اسلام قرآن رو تفسیر بکنید. تفسیری پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن رو فقط به زبانشون نبود. خیلی که امروز علما طالب علم ها قرآن رو میگیرند و زبانن تفسیر میکنند، پیامبر تفسیرشون عملی بود. اکثر تفسیرشون، البته تفسیر پیامبر زبانی هم بود، اما سنت گفته ما فقط سخن کردن نمیگویم. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این چی بود؟ هم زبان، یعنی کنید یا نکنید میگفتند، یا که اقرار میکردند یا که عمل میکردند. عملی پیامبر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بسیار تفسیر قرآن با سنت عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. صحابگان چرا پیامبر رو نپرسیدند؟ زیرا که بسیار جای قرآن رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نازل شدن تطبیق میکردند، عمل میکردند. سبب نازل شدن همون آیت به همون واقعه و بعد از همون آیت رو تطبیق کردن صحابه میفهمیدند. تمام. امروز من شما قرآن رو میکشویم بسیار جاش رو نمیفهمیم، برای اینکه ما بعد از 1400 سال اومدیم.
و ما نفهمیدیم که این آیت برای چی نازل شد، به کدام واقعه. اما صحابگان چهلی که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگویند هر آیت قرآن را میدونستیم که این نزلت، در کجا نازل شد، در مکه، در مدینه، در بین، در کجا، و فیما نزلت، و در حق کی نازل شد، برای چی نازل شد، سبب نازل شویش چی و چی معنا دارد، و قرائتش خوب میکردیم، میآموختیم چی معنا داشتنش، بعد دیگه قرآن دیگه آیاتای میگذاشتیم. یعنی صحابگان رضی الله عنهم میفهمیدند. از همین جهت این آیت قرآن رو هم صحابگان سوال نکردند، لیکن میفهمیدند که چرا نازل شد. یکم میگفتند که این یکی از سرهای الله سبحانه و تعالی است، حکمتش این سر الهی است. و دوما میگفتند که الله سبحانه و تعالی به واسطه انا همین حرفای جداگانه که در 29 سوره قرآن در اولش آمده است، مثلا الف لام میم، الف لام را، قاف، صاد یا که نون و غیره، عرب رو چی میکرد؟ به عرب تحدی میکرد، به این معنا که به عرب بیان میکرد الله سبحانه و تعالی که ای عرب ها، این قرآنی که شما از این قرآن تعجب میکنید، در حیرت افتادید، این قرآن رو قبول نمیکنید، گویا که این قرآن یک دیگر به دیگر زبان است، شما نگاه کنید که همین حرفایی که شما میگویید، همین حرفی که شما عربی مشرکین جاهلیت به همون حرف سخن میکنید، این قرآن هم از همین حرف است. از این جهت نظر کنید در این 29 سوره قرآن که این حرفا ذکر شد، از 28 حرف زبان عربی 28 حرف داره، 14 حرف ذکر شد، 14 حرفای صدادار و حرفای اساسی. بالاخره بارک الله فیکم در بالای این حرف ها دو اختلاف وجود دارد. اختلاف ها بین زیاد است، لیکن یعنی اساسش دو است. قول اول همین است که خیلی که امام قرطبی در تفسیرشون در زیر این آیات هایی که معنای حرفای مقطعه آمده است، در بعضی از سوره های در اولش سوره بقره و غیره ذکر میکنند، میگن که اختلف اهل التأویل فی الحروف التي فی اوائل السوره او سور. اختلاف کردند اهل تفسیر، علمای تفسیر و علما در بالای این حرفایی که در اول سوره ها جداگانه این حرفای مقطعه ذکر شده است. فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين. عامر الشعبي وسفيان الثوري و تابعین و جماعتی از محدثین سلف گفتند که هي سر الله في القرآن. این حرفایی که جداگانه در اول 29 سوره ذکر شده است، 14 حرف ذکر شده است، این یک سر الله در قرآن است. ولله في كل كتاب من كتبه سر فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه. یعنی گفتند که الله در هر یک کتابش که به این دنیا از کلامش نازل کرده است، این کتاب های الله که کلام الله هست، در درونش یک سر از سر را جای داده است و این هم سر از سر الهی است و این از آیات های متشابه است. آیت محکم است، متشابه است. خیلی که در سوره آل عمران خودش گفت فی آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابه. محکمات همین است که یک بار ظاهر است، میبیند، همه میفهمند. متشابه اما همه فهمیده نمیتواند. این از آیات های متشابه است گفتند که خود الله میداند، علمش در نزد الله است، هیچ کسی نمیداند. ولا یجب ان یتکلم فیها، و واجب نیست که در بالای این آیات سخن کرده شود. یعنی سخن کردن در بالای این آیات واجب نیست. ولكن نؤمن بها و نقرأ كما جاءت. اما ایمان میآوریم که این کلام الله است. الله خودش گفت با آوازش که الف لام میم، این کلام الله است. ایمان میبریم و قرائت میکنیم. چه که اومده است. وروى هذا القول عن ابي بكر الصديق وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. و همین روایت شده است، همین سخن، این مذهب اول از کی روایت شده است؟ از صحابگان، از ابو بکر صدیق و از علی بن ابی طالب رضی الله عنهما. و ابو لیث السمرقندی فقیه رضی الله او رحمه الله، حنفی، یکی از علمای مشهور حنفی، ابو لیث السمرقندی کتاب فقیه دارند و در باب عقیده مذهب یعنی اهل سنت رو دارند. میگویند که عن عمر وعثمان وابن مسعود انهم قالوا الحروف المقطعه من المكتوم الذي لا يفسر. یعنی از عمر رضی الله عنه، عثمان و از عبدالله ابن مسعود و در روایت از علی رضی الله عنه روایت است که گفتند حرفای مقطعه از سر الهی است که تفسیر کرده نمی شود.
و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری گفتند لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها. یعنی ما حرفای مقطعه، این حرفای جداگانه را فقط در اول سوره ها میابیم، در مابین سوره ها وجود ندارد، در اوائل سوره ها در 29 سوره وجود دارد و ما نمیدونیم که الله سبحانه و تعالی از این حرفا چی میخواد. و همین است سخنی که ذکر شده است از ابوبکر الانباری، یکی از علمای اهل سنت گفتند، این ابو حاتم الرازی و غیرشون باز ذکر کردند و باز این رو قرطبی گفته است. همین است که ابوبکر الانباری گفتند حدثنا حسن با سندش و با سند میبرند که ان الله تعالی انزل هذا القرآن، الله سبحانه و تعالی این قرآن را نازل کرد، فاستأثر منه بعلم ما شاء و اطلعكم على ما شاء. یعنی بعضی از جایهای هست که خودش میداند، به علم خودش میداند و بعضی جای هست که به شما خبر داد و همون جایهایی که خودش میداند و کسی نمیداند این همون حرفای مقطع گفتند. و همین است اینچنین این قول را ابن حزم هم قبول میکنند، میگویند که سوره هایی که در اولش حرفای مقطعه آمده است اینها از متشابه است که فقط جاء فی الاحکام یعنی در کتاب احکام الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم مجله 4 صفحه 22 یا 124 ذکر شده است. بارک الله فیکم. اما قول دوم همین است که میگویند این حرفهای جداگانه که در اول قرآن آمده است این البته معنیش معلوم است. اولا میگن این سر است، این یکی از حکمتهای الله هست که الله حرفهای جداگانه ذکر کرد. اما یکی از سرهاش همین است که بارک الله فیکم از صحابان نقل میکنند و این اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیه است، ابن القیم الجوزی است و اکثر علما همین راجح میدانند. سر این حرفها همین است که قول دوم میگویند در 29 جای قرآن اگر اول سوره با حرف شروع شده باشد، دوام آیات ها را نظر بکنید درباره کتاب الله، درباره قرآن، درباره اینکه قرآن کتاب الله هست، درباره اینکه مشرکین مثل همین قرآن دیگر کتاب ساخته نمیتوانند، مثل سوره های این سوره ساخته نمیتوانند، تهدید مشرکین رفته میستد که ای مشرکین این قرآن کتاب الله هست، ای مشرکین شما مثل قرآن کتاب ساخته نمیتوانید، ای مشرکین شما یک سوره حتی یک آیت مثل قرآن ساخته نمیتوانید. الله تحدی میکند اولتون آخرتون انس چون جن همه جمع کنید مثل قرآن لم یأتوا بمثله ابدا، مثل قرآن آورده نمیتوانید. اما دانید که همین قرآن که شما مثلش را ساخته نمیتوانید، مثلش رو نوشته نمیتوانید، جمع کرده نمیتوانید، نه فقط مثل قرآن مثل یک سوره کوچکش رو ساخته نمیتوانید، همین قرآن به دیگر حرف نه، از همین حرف عربی، از همین 28 حرفی که شما دارید از همین حرف است و الله همین حرف را در 29 اولی سوره قرآن ذکر کرد. الف لام میم، همین الفی که شما استفاده میبرید عرب های مشرک، لامی که استفاده میبرید، میمی که استفاده میبرید، نونی که استفاده میبرید، صادی که استفاده میبرید، از همین حرفایی که شما 28 حرف دارید، از اولش الف آخرش یا از همین حرف است، 14 تاش رو جدا ذکر کرد الله. از همین حرفا این قرآن گفته شده است، این کلام الله است. یعنی در مذهب دوم علما همین است که میگویند الله با ذکر کردن حرفای جداگانه به مشرک تحدی کرده است و به مشرک خبر داده است که ای مشرکین این قرآنی که شما میگویید که ما ایمان نمی آوریم از همین حرفهای عادی که شما شب و روز سخن میکنید از همین حرف است. قرآن از همین حرفایی که شما سخن میکنید گفته شده است. شما نمیتوانید که مثل قرآن یک کتاب بیاورید یا بسازید، حتی مثل یک سورهش نمیتوانید. برای همین به این کتاب بزرگ ایمان بیاورید که از زبانی ببینید از همین حرفایی که به زبانتون میآورید از همین حرفا است. این یک تحدی به مشرکین است و عاجز کردن مشرکین است و به مشرکین خبر دادن معجزه قرآن است. معنای این حرفا را استفاده شدن، سبب استفاده شدنش رو میگن که سبب استفاده شدنش به مشرکین خبر دادن که
همین حرفای جداگانه ای که شما سخن میکنید این قرآن هم ببینید از همین حرف است، از دیگر حرف نیست. بارک الله فیکم. این است قول دوم. والله اعلم قول راجحه که هم قول یکم و قول دوم هر دو قول را جمع میکنند. البته دیگر سیرها دارد و به دیگر این چنین با حکمت ها دارد که خودی الله میداند، لیکن از همه مشهورش که قول راجح است انا همین است و این اختیار شیخ الاسلام تیمیه و اختیار بسیار از علمای اهل سنت و الجماعت است.